الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 62 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه ما به شما مذهبی جهمی، معطله، اشاعره و ماتریدی در مسئله ربوبیت را بیان میکنیم و اینچنین مذهب مشرکین را در مسئله توحید الربوبیه به شما بیان خواهیم کرد. بارک الله فیکم. باید دانسته شود که بازگشت تمامی شکننده های توحید ربوبیت به 3 قسم است، یعنی به همین 3 نمود یا به همین 3 نوع توحید ربوبیت انسان شکسته می شود، نابود می شود، یا که انسان در همین نمودی توحید الربوبیه به شرک واقع می شود. اولش نمود یکم که قسمی از انسان ها به همین نمود در توحید الربوبیت به شرک واقع می شوند، مشرک در ربوبیت می شوند. این انکار نمودن ربوبیت الله است سبحانه و تعالی. یعنی الله سبحانه و تعالی را، الرب را، از فعلهایش تعطیل میکنند. فعلهای الله را، فعلهای صفتهای فعلی الله را که ما در حلقه های گذشته بیان کردیم انکار میکنند. این شرک است، شرک در ربوبیت است و شرک تعطیل است. ما باید بدونیم که این شرک چی است. این نمود شرک رو میگن شرک تعطیل، یعنی الله را بگویم از فعلهایی که خاص الله است، صفتهای فعلی خاص الله را انکار میکنند. سوال اینجاست که آیا کسی را با الله برابر کردند؟ نه، برابر نکردند، اما صفتهای خاص فعلی الله را انکار کردند. صفتهای خاص فعلی الله به مانند خلق، به مانند رزق، به مانند التدبیر، به مانند امر، به مانند حکم و غیره انکار کردند، به شرک واقع شدند. به کدام نمود شرک؟ شرک تعطیل، شرک انکار. قسم دوم، نمود دومی که توحید ربوبیت را میشکند و با همین نمود قسمی از انسانها هم مشرک شدند، اینها انکار نمیکنند. نمود دوم انکار نمیکند. یگان فعلی خاص الله، صفتهای الله در باب ربوبیت رو انکار نمیکند، بلکه اون فعلهای خاص الله یا که ربوبیت خاصی که به الله سبحانه و تعالی هست، ربوبیت خاصی که از آن الله سبحانه و تعالی است، به غیر الله اثبات میکنند. سبحان الله، یعنی یگانگی را به الله سبحانه و تعالی در ربوبیت نسبت نمیدهند، توحید را در ربوبیت اثبات نمیکنند. به مانند چی؟ به مانند اینکه مخلوق را به خالق مانند میکنند در ربوبیت. این هم شرک است. این نمود شرک را چی میگن؟ شرک التمثیل، شرک مانند کردن. یعنی وقتی که قسم از انسانها را میبینیم که خودشان را به امت اسلام نسبت میدهند اما به شرک واقع شدند، میبینیم که اونها اولیاهای خود را، پیشوایان خود را، یا که دیگر انسانهای صالح را، یا که رسولان و انبیا را، یا که صحابگان و قبرهای اونها را میپرستند و این اولیاها را به الله مانند میکنند. والعیاذ بالله. به مانند فرقه
رافضه لعنت الله علیهم و به مانندی غلات صوفی قبوری ها، صوفی ها رافضه ها، سختترینش رافضه ها به تمام نمود قسمش، رافضه 12 امامیه باشد، شیعه های 12 امامیه های جعفری باشد، امامیه جعفریه 12 امامیه، اثنا عشریه، اسماعیلیه که در اون پامیر تاجیکستان وجود دارد، کرامته، یا که بگویم فاطمیه، نصیریه، علویه و غیره. تمام نمودی این باطنی های رافضه پیشوایان خود، امامان خود را به الله نسبت میدهند. به الله بگویم عباره درستش به الله مانند میکنند، به الله تمثیل میکنند. چگونه؟ میگن که این اولیاها و پیشواهای ما که در این قبر است نفع و ضر، یعنی فایده رسانیده میتواند و ضرر رسانیده میتواند. ما گفتیم النفع و الضر این دو صفت فعلی الله سبحانه و تعالی است که خاص الله است و هیچ کس این صفت را ندارد. صوفی می آید میگد که اولیای ما بدوی، تیجانی، عبدالقادر و غیره ضرر هم رسانده میتواند، فایده هم رسانده میتواند. از همین جهت قبر اینها را پرستن جایز است. والعیاذ بالله. یا که نقشبندی ها می آید و دیوالدین بهاءالدین نقشبندی را و غیره و غیره. پس اینها را میبینید. پس نظر کنید بر رافضه ها. رافضه ها اعتقاد دارد که این 12 امامش که البته این امام ها یگان نفرشون امام های رافضه نیستند. اینها رافضه را یگان بار قبول هم نکردن، اینها رافضه را لعنت کردن، اینها ضد رافضه. لیکن رافضه ها، شیعه ها بر دروغ اینها را امام میگد. اینها اهل سنت بودند، اما رافضه ها بر دروغ این اهل بیت را امامانمون میگد و روایت های دروغ را نسبت میدهد و میگوید که همین 12 امام یعنی ضرر رسانیده میتواند، فایده رسانیده میتواند، دعا را قبول میکنند و غیره. پس آیا مخلوق را به خالق مانند کرد؟ بله مانند کرد. در چی؟ در خاصیت الله. بله، نفع و ضر این خاص الله است، خاص فعلی خاصیت الله است که بجز الله هیچ کسی ضرر و فایده رسانده نمیتواند. اینها اعتقاد کرد که همین اولیا و پیشوا و همین قبر ضرر و فایده رسانده نمیتواند. اینها مشرک شد در ربوبیت. و این نمود شرک را چی میگن؟ شرک تمثیل، شرک التمثیل، شرک مانند کردن. شرکی که در قسم اول گفتیم، در قسم اول الله را به کسی مانند کردن یا کسی را به الله مانند کردن نبود، بلکه الله را، صفاتهای خاص الله را، فعلهای خاص الله را انکار کردن بود. که وای نمود شرک را ما گفتیم شرک التعطیل. و هر دو این نمود شرک وجود دارد. شرک التعطیل هم وجود دارد، شرک التمثیل هم وجود دارد. امروز ما بسیارتر میبینیم که دعوتگران درباره شرک التمثیل سخن میکنند. بله، شرک التمثیل برای انکار کردن رافضه، انکار کردن قبوری های صوفی و هر کسی که قبر پرست شده است و هر کسی که یک خاصیت الله را به غیر الله میتد، این شرک تمثیل است. اما باید دانیم که شرک التعطیل امروز در بین امت اسلام وجود دارد. بمانند اشعری ها، بمانند ماتریدی ها، بمانند جهمی ها که اینها تمام فعل های خاص الله را انکار میکنند. فعل ها صفات های فعلی خاص الله را انکار میکنند. والعیاذ بالله. یا که امروز نظر کنید به حزبی ها، آن جماعت هایی که خودشون را به حزب هایی که جماعت و حزب هایی که خودشون را به اسلام نسبت میتن، به حزب اسلامی، ما مسلمان، ما برای اصلاح مسلمانان حرکت میکنیم میگند، در همین راه وفات میکنند، قربانی همین راه میشوند، در این راه میمیرند، در همین راه حتی اعدام میشوند، دشمنانشون برده اعدام میکنند از کفار. اینها البته نماز هم میخوانند، اما از جانب حکم، از رکنی اگر ما ربوبیت رو نظر کنیم، یک جانبی هست، چهارمین رکنی لا اله الا الله
گفتیم یا پنجمین رکن لا اله الا الله این امر است، این حکم است، این تشریع است. این یعنی قانون برآوردن، دین ساختن، حلال کردن، حرام کردن، تدبیر کردن، محکمه ساختن، این همه از ربوبیت الله است. بنا مسلمان ها می آیند و انکار میکنند، حکم الله را انکار میکنند، قانون براری را جایز میگویند، یعنی قانون الله را انکار میکنند. والعیاذ بالله. گرچنده که بعضی از اونها بازی میکنن، میگن که ما دیگر علاج نداریم، در این وقت ما یک وقتی معین، یعنی یک وقتی معین انکار کردنم فرق ندارد. یک بار انکار میکنید، یک وقت انکار میکنید، یا که دراز مدت انکار میکنید، این همه کفر است و این کفر تعطیل است. برای همین این حزبی هایی که خودشون رو به اسلام نسبت میدهند، تمام جماعت هایی که خودش رو مسلمان میگه و به اسلام نسبت میده و دعوای حکم غیر الله دارد، دعوای حکم غرب، دموکراتی، علمانی، سکولاریسم، لیبرالی دارد، اینها به تعطیل، به شرک تعطیل واقع شده است. اینها انکار کنندگان، تعطیل کنندگان، ترک کنندگان یک رکن ربوبیت هستند و به شرک واقع شدند و از همین جهت ما اینها را مشرک میگیم. البته همه اون کسانی که خودشون رو به این نمود حزب ها نسبت میدهند، ما مردم قطاری که به این نمود حزب ها خودش رو نسبت میدهد یک بار تکفیر نمیکنیم، اونها رو دعوت میکنیم، به اونها حجت میرسونیم، بعد تکفیر میکنیم. اما رئیسان این نمود حزب ها، بزرگان این حزب ها، علمای این حزب ها، همه اش به شرک و تعطیل واقع شده و به شرک اراده واقع شده و به یک چند از نواقض الاسلام واقع شده و مشرک هستند. ما باید بدونیم. پس اول و دومین شکننده توحید ربوبیت انا همین است، یعنی بازگشت تمام شکننده های ربوبیت به همین دو تا. البته که سومش هست که ما ذکر میکنیم. سومین نمود که بازگشت تمام شکننده ها به توحید ربوبیت به زیر این هم داخل می شود، این یعنی به اعتباری کردن در افعال الرب سبحانه و تعالی، یا که به ادابی کردن در حق فعلهای الله سبحانه و تعالی است. یک انسانی هست موحد است، اما یک در روبروی یکی از فعلهای الله سبحانه و تعالی به ادابی میکند. بمانند چی؟ بمانند اینکه شمال رو دشنام میدهد. ما میگیم باد شمال، شمالی که میوزد. وقتی که شمال سخت میشود، یک چند روز میشود، شاید دهقان است، شاید از شمال میترسد، شاید شمال رو نخواست و غیره و غیره، شاید میترسد. عموما از سبب چیز شمال رو دشنام میدهد. دشنام دادن شمال این والعیاذ بالله شرک است. شرکی چی است بگیم؟ اصغر است. شرک اصغر است. به اعتبار نگرفتن، به ادب کردن در حق الله سبحانه و تعالی، در حق فعل الله سبحانه و تعالی. برای که صاحب این شمال کی است؟ الله است. شمال را کی چنین خلق کرد؟ الله. بخواستی که شد؟ الله. اما یک انسان می آید انکار میکند یا دشنام میکند، والعیاذ بالله. یا دشنام دادن زمان، والعیاذ بالله. بعضی از انسان ها وقتی که در همین زمانان مثلا تجارتشون خوب نشد، زندگیشون خوب نشد، یا یک بلای اومد، یا یک مصیبت اومد و غیره و غیره، زمان را لعنت میکند. به این زمانه به اون زمانه گویان دشنام میدهند و لعنت میکنند. اعوذ بالله. این یکی از بد کننده های بگیم توحید ربوبیت است، یکی از ویران کننده های توحید ربوبیت است. گرچنده که به درجه شرک اکبر یا کفر اکبر نمی رود. این شرک اکبر یا کفر اکبر نیست. دشنام دادن شمال، دشنام دادن زمان، ناامید شدن از تقدیری که الله خلق کرده است، ناامید شدن از قدر، اینها همه یک درجه پس از کفر اکبر و از شرک اکبر است.
اما توحید انسان را به خللداری میکشد، توحید انسان را به ضعف میبرد. پس انمین سه نمود چیزی که ما ذکر کردیم، تمام کفر و تمام شرک اکبر و کفر اکبر یا که شرک اصغر و کفر اصغری که هست به زیر همین سه باب داخل می شود. قسم کسانی که مشرک شده ان نظر میکنید که در قسم اول اینها به شرک تعطیل واقع شدن، یک قسم از ایده از انسان ها به شرک تمثیل و یک قسم از انسان ها به یا که بگیم ضعیف کننده های توحید واقع میشند. بارک الله فیکم که این چیز مهمی بود که من باید به شما میرسوندم. و البته کمی در این مسئله تفسیر رو یا که بگفتیم سخن رو زیادتی کردیم تا که به شما خوبتر و فهمو و بینوها دقیق باید بفهمید. بارک الله فیکم. اما بیاید بگیم که به موضوع داخل شویم که مذهب جهمی در موضوع توحید الربوبیت چگونه است. اعتقاد جهمی ها به توحید الربوبیت. اولا جهمی ها را بسیار کسان شاید ندانند که اینچنین مذهب حالا وجود ندارد که به نام جهمی یک انسانی عادی، یک مسلمان عادی این سخنی ما را نمیفهمد که جهمی چگونه مذهب است. مذهب جهمی حالا نیست. در عالم یگان طایفه نیست که بگوید که ما مذهبمون جهمی هست. نه، این چنین نیست. جهمی ها هم خودش رو حق میگد. جهمی ها رو ما از عقیده اش میشناسیم، نه اینکه وای خودش رو جهمی میگد. جهمی ها نمیگد که ما جهمی هستیم. جهمی ها خودش رو اهل سنت میگد. این کار میکند که یعنی اینها خطا است و چی و مذهبشون جهمی است. اما ما وقتی که یک عقیده اونها رو میبینیم در باب ایمان که ایمان رو فقط معرفه با قلب میگد، با قلب دانی شد الله هست، گفت تمام چیکار خواهی کن. از نظر این عقیده جهمی ها یعنی شیطان هم مسلمان است و والعیاذ بالله فرعون هم مسلمان است، تمام کفر مسلمان است. انا ما میگیم خیلی آدم جهمی کی جهمی یعنی همون کسانی که به عقیده همون جهم رفتن. جهم این یک آدم است، جهم ابن صفوان که سخنهای ریده را گفت، مذهبی باطل را از استادش جعد ابن درهم گرفت و در خراسان همچون مرتد کشته شد. استادش هم پیش از خودش جعد ابن درهم در عراق از دست یکی از امرای اهل سنت و جماعت خالد گفتن یک امیر در روز عید قربان کشته شد. این امیر بر اومده گفت که یا ایها المسلمون ضحوا ضحایاکم، شما امروز بعد از نماز قربانی کنید، من هم امروز قربانی میکنم جعد ابن درهم را، زیرا که جعد گفت کلام الله مخلوق است و الله ابراهیم رو خلیل نگرفته است. سخنهای جعد کفری جعد رو گفت و اون رو به قدر رسانید. عموما جهمیه این نسبت به یک انسانی که نامش جهم ابن صفوان بود. تمام این مذهب های باطلی که امروز وجود دارد، جهمیه مثلا یا کلابیه یا که از همه معروف ترینش به شما امروز کدام است؟ اشعری، مذهبی اشعری، مذهبی ماتریدی، اینها از نام انسان ها گرفته شده است. وقتی که مردم دیدند، وقتی که علمای اهل سنت و جماعت دیدند که یک توده از انسان ها، یک طایفه از انسان ها، آدم های عادی پیرو از یک انسان گمراه می شوند و گفته همون رو حق گفته رفتند یک طایفه شدند، علما به اونها رد زدند و هر کسی که به همون پیرو شد گفتند پیروی همون است، اشعری هست. اشعری. وقتی که همه به ابوالحسن الاشعری در عقیده های باطلش پیرو شد، مردم این همه رو هم اشعری گفتند، یعنی در عقیده اشعری. اگر اونها اهل سنت و جماعت می بودن اشعری نمی گفتند، اهل سنت و جماعت. وقتی که از اهل سنت برآمد رفت پیروی از کسی شد، عقیده باطل به وجود آمد، به نام همون نسبت میتن اشعری به وجود آمد. ابو منصور ماتریدی وقتی که سخنش مثل سخن جهمی اشعری به وجود آمد، هر کسی که به همون انسان پیروی کرد، همون انسان رو شیخش گفت، به مذهب همون رفت، مذهب ویم مثل مذهب همون ماتریدی شد. پس هر کسی که خود را ماتریدی میگه، یعنی معناش این است که پیروی ابو منصور ماتریدی است، پیروی قرآن و سنت، پیروی فهمی بگم به فهم سلفی امت نیست، پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و غیره.
بلکه پیروی ابو منصور ماتریدی. هر چیزی که ابو منصور ماتریدی گفته است همون رو میگیرد، قرآن و سنت رو به یک طرف میگذارد و این کار میکند. هر کسی که خود رو پیروی اشعری میگد به او قرآن و سنت رو تلاوت کنید میگد که نه من پیروی از اشعری میکنم. و این چنین جهمی هم همچین است. امروز مثلا مدخلی ها کیو هستند؟ مدخلی ها یعنی کسانی هستند که به همون انسانی که نامش ربیع ابن هاد المدخلی بود به همون مدخلی پیرو شدند. هر کسی که به همون عقیده ربیع المدخلی پیرو شد اون هم مدخلی گفته میشد. این یگان دشنام نیست، این یگان حقارت نیست، این یگان طعنه، هیچ چیزی نیست. یک آدم اومد عقیده نو گفت، عقیده گفت که موافق عقیده اهل سنت در جماعت نیست، اعتقادی رو بیان کرد که مخالف قرآن و سنت است و دیگر انسان ها اومد و به همون پیرو شد. علما میگن که این انسان ها از عقیده همون هستند. نام اون چیست؟ مدخلی، اینو اشعری، اینو ماتریدی. با این نمود عمل علمای اهل سنت در جماعت چیکار کردند؟ قرآن و سنت رو، مذهبی اهل سنت در جماعت رو حمایت کردند. هر کسی که از منهج اهل سنت در جماعت بیرون شد به واسطه کسی بیرون شده باشد به همون نسبت دادند. عموما جهمی ها در ربوبیت معطله هستند. ما خیلی که کمی پیشتر بیان کردیم. جهمی ها توحید در نسبت توحید ربوبیت معطله هستند. معطله چیست؟ تعطیل میکنند، انکار میکنند. تمام فرقه های جهمی ها البته فرقه های گوناگون دارد. اشعری ها هم، اشاعره، ماتریدیه، اینها به درون جهمی داخل می شود. اینها هم یکی از فرقه های جهمی است. معتزله ها فرقه های از جهمی است. در مسئله ایمان اشعری و ماتریدی مثل جهمی است، کم فرق می کند. در مسئله اسما و صفات مثل جهمی است. در مسئله انکار علو ذات مثل جهمی است. در مسئله کلام الله مخلوق گفتنش مثل جهمی است. والعیاذ بالله. اشعری ها در مسئله تقدیر جبریه مثل جهمی است. سبحان الله. پس جهمی ها با تمام فرقه هایی که در درونش دارد که از همه بزرگترین اشعری و ماتریدی و معتزله و غیره، اینها مذهب های گمراه و ضال و مضل در افعال الله و صفات های فعلی الله که اختیاری هست، بگیم صفات های فعلی اختیاری الله، صفات هایی که الله به خودش دارد، این صفات های فعلی یعنی حرکتی که به اختیار الله به کی خواست انجام میدهد. در همین باب ما گفتیم این یکی از رکن توحید ربوبیت است. جهمی ها همین انکار میکنند. سبحان الله. جهمی ها، اشعری ها، ماتریدی ها اختیار و اراده رو از الله بالکل انکار میکنند. یعنی میگن که الله اختیار ندارد، الله اراده ندارد، خواست ندارد. الله به خواست خودش کدام وقتی که خواست، کدام کاری که خواست کرده نمیتواند. والعیاذ بالله. این در نزد کی؟ در نزد جهمی ها، اشعری و ماتریدی ها که این فرقه جهمی است. اهل سنت در جماعت میگیم الله فعل های دارد، صفات های دارد که صفات های فعلی هست، کدام وقتی که خواست انجام میدهد. اختیار دارد، اختیار. و اراده دارد. سبحان الله. اشعری ها، ماتریدی ها، جهمی ها یک قاعده دارد که میگد یعنی فعل الله نو به نو به وجود نمیاد. صفات های فعلی الله یا که اراده الله را، اختیار الله را، الله میگد اختیار و اراده اش نو به نو به وجود نمیاد. الله یک بار اختیار کرد تمام، دیگر اختیار وجود ندارد. الله دیگر اراده ندارد، خواست ندارد. فعل های الله نو به نو انجام داده نمی شود، انجام نمیدهد. الله فعل هایش را نو به نو انجام نمیدهد. به کدام معنی میگد؟ اینها میگد که صفات های فعلی الله قدیم هست، اراده الله و اختیار الله قدیمه هست، لا تحدث میگد. قدیم است یعنی این بود، یک بار بود اما بینیاد پیش بود و دیگر هیچ نو به نو به وجود نمیاد. لا تحدث معناش این است که فعل های الله، اراده الله نو به نو به وجود نمیاد. با یک حادثه بگیم در زمان آینده به وجود نمیاد میگد. در نزد جهمی ها الله کدام وقتی که خواست
چگونه ای که خواست یک فعل را انجام میدهد وجود ندارد. اهل سنت و جماعت میگیم الله کدام وقتی که خواست چگونه ای که خواست یک فعل را انجام میدهد. چرا که ما اراده داریم که بگیم اعتقاد داریم اهل سنت و جماعت که صفات های فعلی الله اختیاری و ارادوی الله است. الله صفات های فعلی دارد که کی خواست چگونه ای که خواست انجام میدهد. البته این مذهبی فاسد و باطلی این جهمی ها و اشاعره و ماتریدی و معتزله اینها برمیگردد به اصل خبیث و باطلی اونها در باب الصفات. پس با همین اعتبار جهمی ها یکی از رکن ربوبیت رو انکار میکنند. ما گفتیم ربوبیت 7 رکن دارد. یکمیش ایمان آوردن به وجود الله، به کمال حیاتش و قیومیتش. بعد از این ایمان آوردن به صفاتهای فعلی الله سبحانه و تعالی. بمانند کدام فعل؟ بمانند که الله نافع هست، بمانند که الله ملک، صفاتهای ملک، صفت خلق، صفت اراده، صفت بگیم نفع و ضر و غیره، التدبیر والامر. این هم صفاتهای فعلی الله سبحانه و تعالی است. این رکنی بزرگترین رکنی بگیم توحید ربوبیت است که جهمی ها انکار میکنند. از همین جهت البته علمای سلف جهمی هایی که به همین حد رسیده اند، علمای جهمی و تمام جهمی را عموم و معین تکفیر کردند. بعضی از انسانایی که خود را به اهل سنت و جماعت نسبت میدن میگن که جهمی ها کافر است، عموم تکفیر میکنیم اما عینا تکفیر نمیکنیم. میگن البته این غلط است. جهمی ها عموم کافر است، مرتد است، اما وقتی که از نظر عین بگیم عالم هاش، طالب علم هاش، کسانی که دیده و دانسته این عمل رو کرد تکفیر کرده میشد. اما کسانی که خود را جهمی میگوید، انسان عادی که در همین مذهب جهم است اما سخنهای کفری، اعتقاد کفری ندارد، اگر همچنین انسان وجود داشته باشد اونها تکفیر کرده نمیشد. بمانند اینکه علو ذات الله انکار نکند، الله بالکل انکار نکند، در این مسئله اگر در حقیقت جهمی نباشد تکفیر کرده نمیشد و غیره. اما علما اجماع را نقل کرده هستند، بمانند ابن القیم الجوزی و غیره از علمای اهل سنت و جماعت که جهمی ها کافر است. و حتی از این 72 فرقه که رسول اکرم صلی الله علیه و گفتند که 73 فرقه است، یک فرقه به جنت داخل می شود، به 72 فرقه اینها به جنت بگیم به نار داخل می شود. از همین 72 فرقه هم جهمی ها را علما بیرون کردند. یعنی اینو رافضه و جهمی ها از حد بیرون است. البته در همین باب جهمی وقتی که میگیم باید دونید که رافضه ها هم در باب ایمان و در باب اسما و صفات جهمی هست. رافضه ها کفرش فقط کفر در والعیاذ بالله دشنام دادن صحابه، تحریف کردن قرآن، طعنه زدن به مادرمان عایشه رضی الله عنها و این چنین شرک در الوهیت فقط همین نیست. یا تشبیه کردن مخلوق به خالق با این تمام نمیشد، بلکه در باب افعال اینها والعیاذ بالله مثل جهمی است. یعنی در باب صفات ها، در باب اسما و صفات مذهبی رافضه مذهبی جهمی است. برای همین ما گفتیم بازگشت تمام شکننده های توحید ربوبیت به 3 جا باز میگردد، یا که انکار ربوبیت، یا که اثبات ربوبیت به غیر الله، یا که کم کردن درجه ربوبیت، قدح کردن ربوبیت. رافضه ها به همه این داخل میشد، هم به انکار ربوبیت به مانند تعطیل کردن اسما و صفات، هم به اثبات کردن مخلوق به خالق و هم به قدح. بدترین یعنی بگویم فرقه در این باب، یعنی در باب شرک در ربوبیت، این رافضه است. رافضه فقط در الوهیت نه بلکه در ربوبیت جای در اونها جای ندارد، امان ندارد. جهمی ها در باب در توحید ربوبیت
شرکش باز میگردد به شرک و تعطیل. شرک و تعطیل. جهمی ها در ربوبیت به شرک تعطیل واقع می شود. پس باید شناخته شود. ما باید دانیم که مردم آسیای مرکزی یا کسانی که خود را به اشعری و ماتریدی نسبت میدهند، اینها در انمین باب اسما و صفات جهمی هستند. عیناً سخن جهم ابن صفوان رو میگند. والعیاذ بالله. شما از همه کوچکترین کتابی که در باب اسما و صفات نوشته شده است از مذهب ماتریدی گیرید بخونید. چرا که تاجیکستان ماتریدی هست، پیرو از ابو منصور ماتریدی سمرقندی میکند. 313 بعضی میگن 315 وفات کرده هجری. ازبکستان، قزاق، قرغیز، حتی افغانستان و غیره، این منطقه بسیاری از این عالم نسبت میتد به ابو منصور ماتریدی. در عقیدهش عقیده ابو منصور ماتریدی است. در توحید، عقیده چی؟ یعنی توحید. در اسما و صفات، در ربوبیت و الوهیت، در کفر بالطاغوت، در لا اله الا الله و غیره، در ایمان. ابو منصور ماتریدی باشد، نه مثل ابو حنیفه سخن کرده است، نه مالک، نه شافعی، نه احمد بن حنبل رحمهم الله. یعنی ابو منصور ماتریدی در باب عقیده مخالف چهار مذهب است، مخالف تمامی سلف این امت، مخالف قرآن و سنت است. و کسانی که خود را به اشعری نسبت میدهند همچنین است. اما می شود که اینها باز گویند که ما حنفی هستیم. عقیده اشون ابو ماتریدی هست، اما فقها حنفی هستند. شما فریفته نشید که اینها حنفی هستند. یعنی ما وقتی که اینها را سخن میکنیم بعضی ها از ما گیله میکنند که شما حنفی ها را طعنه میزنید. نه والله، ما ابو حنیفه و حنفی ها را طعنه نزدیم. ما ابو منصور ماتریدی رو میگیم طعنه میزنیم. بله، این طعنه نیست، این بیان کردن شرک و کفر، این بیان کردن غلط و خطاگی اونها است. ما باید به امت اسلام رسونیم. وقتی که ابو منصور ماتریدی رو عقیده اش رو ما نقد میکنیم، عقیده اش رو خطاگی اون رو و غلط در عقیده اون رو بیان میکنیم و رد به بدعتی نو ایجاد کرده اون میزنیم، این به ابو حنیفه هیچ ربطی ندارد. چرا که ابو منصور عقیدهش عقیده ابو حنیفه نبود. اما فقها در مسئله فقه، بله، کسایی که خود رو پیروی از ابو منصور ماتریدی میگن در مسئله فقه در مذهب ابو حنیفه هستند، ما کاری نداریم. اما وقتی که شما مذهبتون ابو حنیفه هست، فقط در فقه، فقط نماز خوندن شما مثل ابو حنیفه، به ابو حنیفه مانند کردید نماز خودتون رو، روزه‌داری خودتون از مذهب ابو حنیفه است، حج شما از مذهب ابو حنیفه است. با این شما هیچ وقت گفته نمیتونید که پیروی ابو حنیفه هستید. ابو حنیفه از شما بیزار است. ابو حنیفه خودش تکفیر کرده است رحمه الله هر کسی رو که ربوبیت رو انکار میکند، اسما و صفات رو انکار میکند، و کسی که عرش رو در بالای عرش بودن الله رو انکار میکند. پس ما باید خوب نظر بکنیم. امروز اشعری ها و ماتریدی ها، این جهمی های عصر حاضر، به نهایت با یک فریبدهی عمل میکنند، کار میکنند و رافضه ها از این استفاده میبرند. رافضه ها به پیش خود اشعری ماتریدی رو گرفتن. رافضه ها میخوان که اشعری ماتریدی به همه جا پهن شود. چرا که عقیده رافضه ها ببینید، عقیده اشعری، ماتریدی، رافضه، جهمی، معتزله در مسئله اسما و صفات یک نمود است، همه یک است. همش میگه که قرآن مخلوق است والعیاذ بالله. کلام الله انکار میکنه، کلام الله مخلوق است میگه. همش اراده الله را قدیم میگه، لا تحدث میگه، انکار میکنه. صفاتهای فعلی الله را انکار میکنه. همش نامهای الله را به معنا میگه. این البته هم در رکن دومی ربوبیت که افعال الله و هم در رکن سوم که اسما و صفات است، این تعطیل است و انکار است، رکن دوم و سوم. و هم در مسئله تقدیر، رکن بگیم چهارم ربوبیت. یعنی اینا همه در این مسائل یک هستند. برای این رافضه
که خودش رست به درون اهل سنت در آمده نمیتواند به واسطه اشعری و ماتریدی ها. اشعری ماتریدی ها را طرفداری میکند، همراه اشعری ماتریدی همه را گمراه میکند و بعد از اینکه یک قسما گمراه شد، بعد از این باز به رافضه. برای میبینید که کسانی که صوفی هستند، کسانی که اشعری ماتریدی هستند، اینقدر رافضه رو خوب نمیشناسند یا که اصلا نمیشناسند، همشون برادرند و همشون انکار کننده های رافضه را طعنه میزنند، وهابی میگند یا که سلفی میگند یا غیره. نه، اهل سنت و جماعت هستیم، اهل سنت و جماعت که پیروی از سلف میکنیم. بارک الله فیکم. پس اشعری ها خودش رو میگه که ما پیروی از امام شافعی میکنیم، بعضش از امام مالکی میکنیم و ماتریدی ها میگه خودش رو نسبت میتید به ابو حنیفه، ما پیروی از ابو حنیفه میکنیم. نه، اینها فقهن، فقط در مسائل فقه به این چهار مذهب نسبت میتید، اما عقیدتا اینها اصلا در دیگر عقیده است. اشعری ها پیرو از ابو منصور یا بگیم ابو الحسن اشعری، ماتریدی ها از ابو منصور ماتریدی است. بارک الله فیکم. پس فهمیده می شود که عقیده اینها در توحید ربوبیت در حقیقت عقیده مخالف و عقیده بگیم شرکی است، مخالف به قرآن و سنت به فهم سلفی امت و مخالف به تمام علمای امت و این چنین بارک الله فیکم یعنی واقع شده بر شرک است. عقیده شرکی است در ربوبیت، عقیده شرکی است و شرک کدام نمود شرک؟ شرک تعطیل. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده ما به شما حالتی قبر پرستان یا که حالت هایی که بگیم بت پرست، قبر پرست، حالت های اونها رو بیان میکنیم که اونها آیا کاملا توحید ربوبیتشون شکسته بود یا که از دیگر جانب شکست، یا مشرکایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند چگونه اعتقاد در ربوبیت داشتند و غیره. ما باید خوب اینها رو بیاموزیم. وقتی که جاهلیت رو آموختید، وقتی که اهل جهالت رو شناختید، بعد توحید به شما راه توحید باز است، گشوده میشد. برای همین حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه میگند من لم يعرف الجاهلیه لا يعرف الاسلام. هر کسی که جاهلیت رو نفهمد و نداند، اسلام رو نمیفهمد. برای همین ما به شما جاهلیت رو نشان میدهیم، میگیم که من این جاهلیت است، این شرک است، این کفر است. شما جاهلیت رو شناختید، پس جاهلیت رو شناخته باشید، بیرون از جاهلیت این اسلام است. عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگن که اسلام انسان رشته به رشته، قدم به قدم، زینه به زینه نابود می شود وقتی که انسان جاهلیت رو نمی آموزد و نمی فهمد. از همین جهت ما وقتی که توحید رو می آموزیم، باید جاهلیت زمان خودمون رو، اونهایی که به شرک واقع شدند، بیاموزیم و بدونیم چه خیلی که امروز در توحید ربوبیت آموختیم و دیدیم و این چنین جاهلیت زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بیاموزیم و بینش قیاس کنیم که امروزه جاهلیت هم مثل همون جاهلیت است، اون روزه هم مثل امروزه است. و نگفته نماند که البته صوفی هایی که امروز وجود دارد، اینها عقیدهش و اشعری و ماتریدی است و برزم این با بعضی از دیگر چیزها دارد که اینها هم در افعال الله سبحانه و تعالی یعنی جهمی است، یا که در مسئله بگویم تشبیه کردن مخلوق به خالق، صوفی ها هم، صوفی رافضه اینو عیناً به شرک ربوبیت واقع شده است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.